آرو باوس بسته. به نام خداوند بخشنده و مهربان شروع میکنیم. ماشین تمام بیاری؟ بیا کار. نه خاله جان. شما نرسه. تمام؟ یعنی نمیخواد چی؟ بچه تارمز دو. بیا بسم الله. من ماشین میگیرم میبیام. دستا کنی دیر نشوه. اوه خدا جان می. یا چی فرکا؟ خیلی ها گفت اکسایی بی. خیلی بیشتر باشه که من خیلی آبش کیلومتر نمیگیرش. چی حال داره ده هوای گرم پا؟ نه خداوند خیلی گرمه. حالا هوا ساکنش است چورش دکلی چی بده گرم بعد. انگور سودا میکنی ها؟ چنده انگورتون؟ انگورم 6 تومنه. 5 تومن 20 درهم خریدم. 8 درهم مونده. انگورش زور بودن یکی. همه 80 درهم کار میکنه روزش. یکی نغزه. تو باش شکر از خدا باش. همه حالت داشت شکرم خیلی نیست. خدا باش شکر. خیر راحت اینه مرد سیر پر خرید میکنه خونش میبره. سنجش الهی یک کسای سر تا شو میزنه 30 40 کار میکنه نمیکنه. باشه باشه. خدا مادام نصیب کنه چی گفته اپا؟ چند سال کار میکنه هر روز تقریبا؟ راستی گپ بگم ما خیلی بود نظم نبود اوی در نبرو مده بودم یعنی 3 4 شو خبر خیلی میشوه خدا باشه که 40 سم 45 سم 50 سم گو خیلی روز میشوه پاکت میخریم هم خیلی زندگی میره با 40 سم 45 سم کتی روز راستی گپ بگم دادر جون چیکار کنم میشوه شوهرتون چی کارا باشه یاردم میکنه در کارتون؟ راستی گپ بگم 9 سال شد در کنه سراغ نمیکنه ای توبه 9 سال شد نه خب ما جدا شدیم خونه شو اومدیم خونه اتاق بعد خیلی اومدیم دیگه گیره نکنی خاله جان بیا کوارتیره گرفتم اولی جلوش شدیم شما خانه هم نداره؟ نه ما کوارتیره گیره نکنی مادر جان تیموز گیره نکنی چند فرزند داره مادر عزیز؟ شکنه الان 3 تا داریم 3 فرزند کار میکنن میخونن؟ بودکم نه بچم جا عربه داره عربه میکشه فرزندتون هم عربه میکشه؟ آه بچم خب برش وزنی شد ما خمه میبرم رستیگه باز باری سبوک داشته گفت که چی میکنم چه وقت میبرم گفتم او دور دکو تو ما باید کردم اومدم خداوند مشکلاتون آسان کنه مادر عزیز در حقیقت آسان نیست اینه ما راست گل یکم روزی کاری ما همی روز آرنده نه که 12 سوم بده آرندهش نه که مادر عزیز این خیلی که ما باید همدیگر را کمک کنیم که ما همین روز در کیسه هم 60 سومون هست همین میگم شما داتیم هزار رحمت گیره التماس به خاطر خدا گیره هزار رحمت در ما مردکم میام شما زنه که با اسم میزنه اوس میزنه خدا برکت برکت یک خداوند کارای مادام ان شاء الله کوشش کنیم دادر جان یگان کار داری بچه‌م بچه کلا بچه‌م دکیم سلام علیکم خوبی ما گفتم چوکادی بچه که بیگناه اومد جای صنف چندی 8 کدام مکتب ده میخونی ها نگارنیده میخونی ولی که باید چی با آورد یکم چیز نگه بچه‌م بابا سری الان اومدم و عربه کلین برده تو عربه میکشی ها و هر روز این میکشی راستی گفت سری کم تا مزهش نبود من گفتم تو خوره بعد گفت که من خیمه میرم گفتم خیلی او را آوردم اون بچه میدکی من واسه 5 میخونه این سال 8 میرود صنفی 8 میریز تمام زندگی در گردن ختان یعنی نام چیه جان جان نام چیه چی گفتی امین نام من صالح من هم نو کار سر کردم خدا خواه کم کم خبر میگیرم تا چی گفتی اپای مهری نیسا نام شما را کجا میدونم
در چند بنده های خدا در نام شما مکتوب فرستادن. خانه میفهمی که من میدونم خوندن نمیتونم. نمیتونه خیلی نزدیک است گوش کنیم مادر عزیز. محترمه رحیم و مهرین نسا، از مشکلی های زندگی شما آگاه شده بی‌طرف شده نتوانستید. برای شما و فرزندانتان 6000 سومان جدا کردیم تا که مشکلی های شما سبکتر گردد. امیدواریم که با خواندن این مکتوب حالتان خوش می‌گردد. با احترام بندگان خدا. نام و نسب ندارم. هزار رحمت خدا دادر جان. نه دستگیری میکردی. هزار رحمت. مادر عزیز داخلی مکتوب که شده بینیم. هزار رحمت خدا دادر. مادر جان اینجا تقریبا 2000 سومانه. ما خواستیم که اندکی به مشکلی های شما سبک کنیم. شما انگور میفروشیم ما میدونم. ما حیات شما آموختیم بعد اومدیم. ما اصلا ما رو بکش نیستم مادر جان. به خاطر شما خرسند کردم، به خاطر خدا این سر و فرما شناخت. من میگم که آخه عربکش خیلی نه هم عربکش بزرگ ما خلاص تنها حیران شدم برایش که من میدونم ده عربکش بزرگ هم میشناسم. هزار رحمت. اینم خیلی مادر جان برای شما خرسند کرده هر خی بهانه کردی آمدیم عذر. خوراکای خانه تونه تعیین میکنیم. اون مردی که خرید کرد هازی آورد برای خودش خرید نکردی خرید همش برای شماه. راست میگیره. گیره نکنه مادر گیره نکنه. اپا میرنسو آرام شوید. اپا جان بغیر از اون مبلغ تقریبا 3000 سومان دیگه در صورت حساب شما می شود. برادرمون رامیز اومده بود پیشتون کو کارت الف آورده میتیه امضاتون میگیره باقی مانده مبلغ در صورت حساب شما می شود. فهمیده؟ هر وقتی که خواسته رامیز در مراجعت کرده مبلغ میگیره. توصیه ما چنین است مادر جان که ما اگر مبلغ تیم تمام می شود مبلغ شما هم میدونید. برای همین خرید خانه تون کردیم. با اون مبلغ اجاره تون میسپره. اندکی از این مبلغ استفاده کرده تجارت تون افزایش میده. خب باز فرزنداتون با لباس های مکتبی از همون حساب تعیین میکنیم. خب اینم خیلی اپا جان. امین. هزار رحمت از شما دعا برای ما کافی است. هزار رحمت شما ده عذر بهانه گفته کمتر نغمه کردیم فقط برای خود سنگ کردن شما بود. یا حاضی او برادر میبیا یاردم میکنه تو نه کجا برن اینا؟ میبرم مال خونه رفتنده بچه میکنه. خونه رفتنده با میبرمشون. میبرشونه؟ جان جان تو یاردم میکنی ها؟ میکنه بچه. لباس های مکتبی ها میخریم انشالله. درس میری خوب میخونی فهمیدی؟ سوادی خوب گرفتی آیندت خوب میشه. مادر جان خدمت میکنی. خدا برکت تیا دادر جان. خب دادر جان در امان خدا. رامیز آنه از شما خیرات میکنم. باقی در امان الله باشه. سلامت باش دادر جان. خب در امان خدا. مکتوب نوبتی به سراغش رسید. هم قلبها شاد شدند، هم اشک‌های شادی جاری شدند. پروردگار مشکل‌های مادر را آسان گرداند و به فرزندانش آینده درخشان عطا کند. سخن اخلاق از سخن زبان دیده بلندتر و زیباتر است. اگر بنده نیتش را خیر بکند و روش حیاتش را اخلاصانه راه اندازی نماید، پروردگار به او در اخلاق نمونه شدن را می‌گشاید و پیش از زبانش اخلاقش سخن می‌راند. اخلاق انسان به سخن درآمد، دیگر حاجت به شیرین سخنی زبان نیست.
خداوند به همه ما نمونه اخلاق حمیده شدن را نصیب گرداند. بگذار همیشه پیش از زبان اخلاقمون سخنران باشد. خدا حافظ تا مکتوب دیگر.